داستان کل تاجیکستان روز 25 ماه سال 2023 در یک اطلاع ویژه از آشکار شدن حالت‌های به مبلغ میلیون‌ها سوم فریب دادن شهروندان جمهوری از نام شرکت روسی گازپروم خبر داد. داستانی گفت قلابان در بانک دوشنبه سیتی حساب گشوده با رکلامه‌های بر دروغ و وعده فایز و فایده بلند از نام شرکت گازپروم شهروندان را به دام یافتاندند و شهروندان به این قلابان باور کرده پولهای خود را به حساب‌های بانکی این قلابان می‌گذرانیدند و در نهایت ضرر دیدند. چنانچه 5 نوامبر سال 2022 شهروند راسگلدیف با استفاده از تلفن موبیلیش در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی با رکلام بر دروغ از نام شرکت گازپروم فدراسیون روسیه اوید به دست آوردن از 10 تا 20% فایده برای خریداری نمودن سهمیه و اشتراک در بیرژه جهانی شناخته شده است. نامبرده به این رکلام بر دروغ قلابان باور کرده با مقصد به دست آوردن فایده مفت طبق شرط‌های پیشنهاد نموده شخصان نامعلوم به طریق مجازی به واسطه برنامه اجتماعی تلگرام از ماه نوامبر سال 2022 تا ماه ینوار سال 2023 در مجموع 868500 سومونی را به همیان بانکی دوشنبه سیتی به رقم +992 771 112 524 که به نام شهروند اوکراین پراکاپنکا لیودمیلا به قید گرفته شده است انتقال داده است. در نتیجه شهروند راسگلدیف به دام قلابان افتیده به مقدار مخصوصا کلان ضرر مادی دیده است. اینچنین در نتیجه سنجش پروکوروری و طبق معلومات بانکی معلوم گردید که تنها در دوره ذکر شده به صورت حساب بانکی مذکور زیاده از 5.2 میلیون سومانی مبلغ‌های گران گذرانده شده در گردش قرار داشتند. داستانی کل 6 فوریه سال 2023 وابسته به حالت مذکور با اتهام قلابی به مقدار مخصوصا کلان با ماده 247 قسم 4 بند به کد جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز و از روی تابعیت برای پیشبرد تفتیش پیشکی برای وسط تفتیشات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ارسال نمود. همزمان با مقصد پیشگیری قلابی در اساس امر پروکورور استفاده بری سیم کارت بالا ذکر که به نام شهروند اوکراین پراکاپنکا لیودمیلا به قید گرفته شده به رقم اون در بانک دوشنبه سیتی همیون و صورت حساب گشوده شده است فورا قطع کرده شد. مثال دیگر این که 9 فوریه سال 2023 با تلفن موبیلی شهروند سوبروف شخصان نامعلوم زنگ زده خود را همچون نماینده شرکت گازپروم فدراسیون روسیه ابرام و ویکتور معرفی نموده تکلیف نموده است که برای به دست آوردن درآمد مفت در برنامه مخصوص شرکت نام برده به نام تریدینگ پلتفرم در اینترنت معلومات شخصیش را به قید گرفته همه شرط‌های پیشنهاد نموده برنامه مذکور را اجرا نماید. شهروند سوبروف به این وعده‌های بر دروغ باور کرده با مقصد گرفتن فایده مفت خود را در برنامه بالا ذکر به قید گرفته طبق شرط‌های پیشنهاد گردیده معلومات شناسنامه‌ای پشت الکترونی و رقم تلفنش را به قید گذاشته با مصلحت شخصان نامعلوم که گویا کارمندان شرکت نامبرده میباشند از 16 تا 30 مارس سال 2023 در صورت حساب‌های پیشنهاد نموده قلابان در بانک دوشنبه سیتی به مبلغ 89700 سومونی را پرداخت نموده است. شخصان نامعلوم که برای قلابی معلومات شخصی سوبروف را به دست آورده و خود او بیخبر به نامش در پلتفرم سرمایه‌گذاری بیننس در اینترنت حساب گشوده برای قلابی مبلغ پولی از او به دست آورده را برای خریداری کریپتووالیوتا استفاده برده به سوبروف به مقدار مخصوصا کلان ضرر مادی رسانیدند. داستانی کل 6 ماه سال 2023 در پی سنجش با اتهام قلابی و به مقدار مخصوصا کلان با ماده 247 قسم 4 بند به کد جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده از روی تابعیت برای پیشبرد تفتیش پیشکی برای ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ارسال نمود که الحال تفتیشات ادامه دارد. با مقصد پیشگیری صادرشوی این گونه جنایت‌های قلابی داستانی کل شهروندان خواسته است که با چنین رکلام و برنامه‌های بر دروغ قلابان در شبکه‌های اجتماعی و صفحه‌های اینترنتی باور نکرده شرط و طلبات‌های بی اساس و غیر قانونی آنها را اوید به دادن معلومات‌های شخصی به قیدگیری در هر گونه برنامه‌های اینترنتی و پرداخت مبلغ‌های پولی اجرا نکرده
از افتادن به دام شخصان جنایت پیشه و قلابی احتیاط کنند.